سلام، این اولین بارمه که کیک پرتقالی درست میکنم با یه سس خیلی جذاب. ابتدا میخوایم یک کیک شیفون درست کنیم که به جای شیر از آب پرتقال استفاده میکنیم و برای خوش عطر شدنش از مقداری رنده پوست پرتقال، تخم مرغ، شکر و رنده پوست پرتقال رو با هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. آردمون رو با بیکینگ پودر 3 بار الک میکنیم و کنار میگذاریم. من اینجا بعد از الک کردن آردم یادم اومد که بیکینگ پودر اضافه نکردم و بیکینگ پودرم رو اضافه کردم. برای شما مقدار مواد رو داخل کپشن می نویسم. الان وقتشه که قالبمون رو آماده کنیم. قالب من کمربندیه و من از کاغذ روغنی برای کفش استفاده می کنم. و اینکه فرتون اول کار با دمای 180 درجه سانتیگراد حتما گرم کنیم. بعد از اینکه قالبمو آماده کردم اضافه هاشو برش میزنم که داخل فر اذیتم نکنه و کیکم صاف باشه. الان دیگه وقتش که بریم سراغ مواد کیک و همینطور که کرم رنگ و کشدار شده بود وقتشه که آب پرتقال و روغن رو اضافه کنیم بهش و در حد مخلوط شدن هم بزنیم. و بعد از اون آرد رو تو چند مرحله بهش اضافه میکنیم و یواش یواش هم میزنیم تا اضافی نداشته باشه، گلوله نداشته باشه، قشنگ مخلوط بشه آردمون. من اینجا چون آردم رو 2 بار الک کرده بودم، یک بار دیگه وقتی میخواستم بریزم تو مواد کیک الک کردم و همزمان ریختم. بعد از اینکه آردمون اضافه کردیم و قشنگ به خورد مواد کیک رفت، الان دیگه وقتشه که موادمون رو داخل قالب کیکمون بریزیم. مواد کیک رو که داخل قالب ریختیم با یه سیخ چوبی یا خلال لندون داخلش میبریم و میچرخونیم تا موادمون یک دست بشه و داخل فر میذاریم. الان وقتشه که بریم سراغ درست کردن سس. آب پرتقال، شکر و نشاسته ذرت رو روی حرارت میذاریم و هم میزنیم تا به غلظت مناسبش برسه. من از آب پرتقال طبیعی استفاده کردم. شما میتونین از شربت‌های سنیج هم استفاده کنین که اونا شیرین تره و احتمالاً بهتر میشه. مزه سس من یکم ترشی داشت. سسمون که به این غلظت رسید حرارت رو خاموش میکنیم و بهش یه مقداری رنده پوست لیمو و کره رو اضافه میکنیم. من طعم کره رو خیلی دوست نداشتم. به نظر من میشد که اضافه نکنیم. شما اگه طعم کره رو خیلی دوست دارین میتونین اضافه کنین، ولی من اگه بخوام دفعه دیگه درست کنم ترجیح میدم که کره رو بهش اضافه نکنم. من کیک رو 45 دقیقه تو دمای 180 درجه سانتیگراد پختم. الان وقتشه سس رو روی کیک بریزیم. من سس رو همه جای کیک پخش کردم و شما میتونید با هر چیزی که دوست دارید تزیینش کنید. من با برش های پرتقال و گل های سرخ یا گل محمدی تزیینش کردم. این کیک طعم و عطر خیلی فوق‌العاده‌ای داره، خیلی خوش بافته. من اولین بارم بود که این کیک رو درست میکردم و اگه بخوام بار بعدی درست کنم ترجیح اینه که برای سسش از سنیچ استفاده کنم، چون آب پرتقال طبیعی طعم ترش مزه‌ای داره و اینجوری سسش یکم شیرین تر و خوشمزه تر میشه. البته اینطوری هم خوب بود، خوشمزه بود و ما خیلی دوست داشتیم. خب من کیکم رو تزیین کردم. یا چند ساعتی داخل یخچال گذاشتم که سس به خورده کیک بره و خوش طعم‌تر بشه و اینجا هم که بچه‌ها بی‌صبرانه منتظرن این کیک خوشمزه و خوش بافت و خوش عطر رو بخورن. امیدوارم که درست کنین. سابسکرایب یادتون نره.